چرا بسیاری جوان دختران، جوان پسران همجنسگرا میشوند؟ چرا؟ کمی هم که باشد در اینجا میخواهم یک معلومات مختصر درباره انا همین همجنسگرایی مردان و زنان معلومات بدهم. مرد شرمگاه مرد را میبیند، زن شرمگاه زن را میبیند. من امروز میخواهم همه شما را از یک خطر خیلی کلان نجات دهم. بعد این تماشای نوار ثبت را به یار و دوستان خود ارسال نمایید تا آنها در چنین دامها گرفتار نشوند. خب دوستان عزیز، من یک چیز رو به شما توصیه دادنی هستم. از همین چیز من خودم استفاده بردم. این برای شخصانی که خنک گرفتگی دارند، پروستاتا دارند، حس پیشاب میکنند، برای دوامناکی همخوابگی، برای گمرای، حتی شخصانی که گمرایشون کهنه شدگی باشد، بسیار مفید است. باور کنید دوستان عزیز، حتی زنها میتوانند از همین چیز استفاده برند. برای میوما، کیستا، درد بچه‌دان، خنک گرفتگی یک دارویی هست که باور کنید به تعریف زیبی تعریف است. یک بار شما از همین خریداری کنید، نتیجهش ببینید، بعداً در حق ما دعا میکنیم. شرکت زیارتشاپ با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر بر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. سلام عرض میکنیم به همه شما بینندگان سامانه صدای امید. امروز میخواهم که یک موضوعی را بررسی نمایم که داغ روز است. ماده 139 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. این ماده برای پیشگیری جنایت‌های غیر اخلاقی، یعنی که مرد با مرد هم خوابه می شود و زنی که با زن. و این ماده ای که در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بررسی کردند، مخصوص برای همین شخصانی که بچه بازی میکنند یا اینکه دختر بازی میکنند و شخصانی که به این کارهای زشت دست میزنند حتما به پس پنجره میروند و حتی تا یک عمر از آزادی محروم هم بررسی شده است. مثل این ماده 138 ماده ای است که تجاوز به ناموس، ماده 140 141 142 241. این ماده های غیر اخلاقی است، پدافیلی است و چندین ماده های مثل اینها در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بررسی کردند. باور میکنید دوستان عزیز، از شنیدن این کارها انسان سخت ناراحت می شود. این یک کار زشت است. وقتی که انسانیت تمام گناه را میکند و دیگر نمیدوند چیکار کردن، بعداً و به همین کار دست میزند. شخصی که بچه بازی میکند، دختری که دختر بازی میکند، اینها بی‌رحم میشوند. اینها در یگان چی رحم نمیکنند. اینها یک ویروسی هست که جامعه را بسیار زود از بین میبرند. این گونه انسان ها به جامعه لازم نیستند. اینها یک ویروس هستند. ما باید حرکت کنیم که این جنایت ها رو پیشگیری کنیم. سخت پیشگیری کردن در کار. کمی هم که باشد در اینجا میخواهم یک معلومات مختصر درباره انا همین همجنسگرایی مردان و زنان معلومات بدهم. چرا بسیاری جوان دختران، جوان پسران همجنسگرا میشوند؟ چرا؟ این عامل های زیادی دارد. یکی از بطن مادر شروع می شود. انا همین گرمانی زنانه در وجود مرد که زیاد شد، آهسته همین مرد رو به انا همین همجنسگرایی می آورد و زمان دیگر در حالت طفلی است. مثل انا این مردهای پدافیلی که امروز ما در شبکه‌های اجتماعی می بینیم، اینها که دست درازی میکنن به این طفلا یا که لباسهای اینها رو میکشن و بعضی کارها میکنن، همین در پسیکولوژی کودک تاثیر میگذارد و گرمان زنانه انسان مرد بگیم که بلند کردن میگیرد. این دویم عامل است که در حالت طفلانی است و از همه پدر و مادران خواهش میکنیم که فرزندان خود را خوب تربیت دهید. در حالت طفلی آنها را تنها نگذارید و به هر کس باور کرده و دست او سپاریدن. چه مرد باشند چه زن فرق ندارد. و یک عامل دیگرش این است که مرد شرمگاه مرد را میبیند، زن شرمگاه زن را میبیند. آهسته همین گرمان ها زیاد شدن میگیرد، بعد همین طلباتش زیاد میشود و خواهش میکند در همین کار. و دیگر عاملش تماشای ویدیوهای غیر اخلاقی که مرد با مرد است، زن با زن است. امروز که چقدر بسیار شدگی است در شبکه‌های اجتماعی، از تماشای همین هم به پسیکولوژی شما بسیار ضرر میکند و آهسته گرمان شما را بلند میکند و شما دیگر طلباتون در همه چیز زیاد شدن میگیرد.
من از شما خواهش میکنم از همین چیزها دور باشین و بالای طفلای خود بسیار نظارت کنین. وقتی که تلفن به دست اونها میتین او تلفن را تفتیش کنین. وقتی اونها را تنها میگذارین از حالشون با خبر شوین. به دست یک شخصیت میگذارین هر روز از اونها با خبر شوین و هر روز پرسان شوین. اگر شما خواهین که فرزندانتون آینده اشون مثل اینها نباشند، خوب بالای اونها نظارت برین که تا پشیمان نگردید. میدونین برای چی در این موضوع من صحبت دارم؟ چون که امروزها زیاد شده ایستادن همین گونه شخصیت ها و زیاد در شبکه های ما و دیگر دوستای ما نوشته ایستادن. بسیار خواهش برادران بود که در همین باره یک کمتر صحبت کنیم. زمستان کمی هم که بود در همین بابت کمتر یک معلومات دادگی هستیم. از ما نوارا میگذاریم تکرار هم که شود یک بار دیگر از نظر گذرانید. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم که خوب هستید. در جهان معاصر تکنولوژی و اینترنت حیات ما را دیگرگون کردند. من امروز میخواهم همه شما را از یک خطر خیلی کلان نجات دهم. بعد این تماشای نوار ثبت را به یار و دوستان خود ارسال نمایید تا آنها در چنین دامها گرفتار نشوند. ماده 241 در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان این ماده برای پیشگیری جنایت‌های غیر اخلاقی یعنی پورنوگرافیا بررسی شده است. پهن نمودن عکس، صدا و نوارهای پورنوگرافی که امروزها زنها و مردهای بداخلاق در واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و دیگر سایت سامانه‌ها روان کرده ایستادند، زینهار جواب نگویید. آنها را از سایت خود محکم کنید تا در دامشان گرفتار نشوید. این یک خطر خیلی کلان است دوستان عزیز. مثل این ماده های 138، 139، 141 و چندین ماده هایی که جنایت خیلی وزنین و خیلی شرمندگی است. با شما توصیه میتیم یک مرتبه کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان را خوانید تا اینکه نادانسته جنایت کرده و پشیمان نشوید. در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 19 ندانستن قانون انسان را از جوابگری جنایتی آزاد نمی کند. از این سبب همچون یک دوست و برادرتان شما را با خبر کردیم. در پناه خدا.